يا رسول الله وقدوتنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی 13 چنین بود: پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در خردسالی به چی کار مشغول بودند؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ایام خردسالی به چوپانی مشغول بودند و از این مزد می گرفتند، چطوری که آن حضرت گفتند هیچ پیامبری را خداوند نفرستاده است مگر اینکه چوپانی نکرده باشد. و اصحاب پرسیدند و تو هم؟ گفتند بله، من به اهل مکه چوپانی می کردم و از آن مزد می گرفتم. با این راه محمد خردسال نه وابسته از آن که یتیم است، نه وابسته از آن که از پدر و مادر یتیم است و بابای خود را هم از دست داده است، کار میکرد. در ایام خردسالی کار میکرد. برادران و خواهران عزیزم، این برای ما یک درس است. ما نباید از کار کردن حذر کنیم و یا که شرم داریم. حتی گوسفند پایی هم باشد، این شرم نیست، این کار است، این مزد حلال است، این رزق حلال است که خداوند بر ما و شما نصیب می‌گرداند. از خداوند رزق حلال را طلب بکنیم تا لقمه ما حلال بشود، تا فرزندان ما حلال خور بشوند، تا نسل ما همش از حلال استفاده ببرد. و این چنین از چوپانی دیگر درس ها را گرفتن ممکن است. این صابر بودن، صبر کردن، رحمت و شفقت کردن به حیوان ها، معالجه آنها و همچنین نظر به طبیعت، نظر به مخلوقات خداوند، این همش درس تفکر است. برادران و خواهران ایمانیم، این بود معلومات مختصری درباره حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم در خردسالی. و چون ما شاهد آن گشتیم که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم در خردسالی به کار مشغول بودند و این یک درس عبرت است برای ما، چون در اسلام بیکار نشستن منع است و ما باید در پی رزق و روزی حلال خود باشیم، در پی کار باشیم و این را فراموش نکنیم که نماز، روزه و دیگر عبادت‌های اسلامی را نگذاریم، چون کار این دنیا و عبادت مانند دو قنات پرندگان می باشند. همچنانی که پرنده با یک قنات پرواز کردن نمی تواند، ما هم نمی توانیم در این دنیا خوشبخت باشیم اگر یکی از این دو را اختیار نماییم. برای خوشبختی این دنیا و آخرت باید هر دو را، هم کار و هم عبادت را انجام بدهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.